خدایان سیزیف را محکوم کرده بودند که پیوسته تخت سنگی را تا کوهی بغلطاند و از آنجا آن تخت سنگ با تمامی وزن خود پایین می افتاد. خدایان به حق اندیشیده بودند که از برای گرفتن انتقام تنبیهی دهشتناکتر از کار بیهوده و بی امید نیست. فرض کن مثل سیزیف هر روز باید از خواب بیدار شی و یک تخت سنگ بزرگ رو ببری تا بالای کوه و یک جایی که ایستادی و میخوای عرق از پیشونیت پاک کنی میبینی سنگ افتاد و رفت و تو نگاهش میکنی و این کار رو باید تا ابد ادامه بدی. کامو میگه زندگی پوچه اما باید ادامه بدیم. اما من میگم اگه پوچه چرا باید ادامه بدیم؟ سلام، به توکست خوش اومدید. در ادامه ویدیوهای پلیلیست ما و جنگ، موضوعاتی که من بعد از جنگ بهش میپردازم، به یک موردی پی بردم، به یک موردی رسیدم که به نظر من جای بررسی داره و خب جالبه. به نویسنده‌ای رسیدم که این نویسنده بعد از جنگ زندگی کرد، بعد از جنگ جهانی دوم زندگی کرد و جنگ یک تأثیری توی زندگیش داشت که یک ایده رو مطرح کرد که این ایده تا سالیان سال و هنوز که هم هست جای خودش رو توی ادبیات باز کرده، توی فلسفه باز کرده، توی محافل روشنفکری باز کرده. اون مورد آلبر کامو. آلبر کامو نویسنده و فیلسوف فرانسویه که محور کاراش یک نوع خاصی از پوچیه. چند تا کتاب داره، 3 تا کتابش خیلی معروفه به نظر من: بیگانه، طاعون و افسانه سیزیف. یک نوع خاصی از پوچی رو داره نشون میده به ما، یا نمایندگی یک نوع خاصی از پوچیه که خب البته با پوچی نیهیلیستا و پوچنگارا فرق میکنه، اما خب جای خودش رو باز کرده. کتاب افسانه سیزیف هم از این جهت معروفه که یک لوپی رو ترسیم میکنه، یک چرخه‌ای رو ترسیم میکنه که انسانی که دنبال معنا هست توی این چرخه دنبال معنا میگرده، چرخه‌ای که معنادار نیست و این وضعیت رو ترسیم میکنه کامو. البته من باهاش موافق نیستم. حالا اینکه چرا باهاش موافق نیستم به صورت یک خطی میگم و خب اصلشو میذارم برای آخر ویدیو. بعضی از ایده ها روی کاغذ قشنگن، بعضی از ایده ها روی کاغذ جواب میدن، اما ممکنه با واقعیات زندگی ما، با واقعیات مایی که داریم یک زندگی عادی میکنیم، با این واقعیات شاید همخوان نباشن. اما خب به صورت یه ذره با جزئیات بیشتر توی آخر ویدیو میگم که چرا با ایده کامو موافق نیستم. اما بریم اصلا ببینیم داستان افسانه سیزیف چیه، داستان کتاب افسانه سیزیف چیه، کامو چی میگه، از کجا شروع میکنه و به کجا میرسه به اون ایده‌ای که خب جریان ساز شد. اول بریم داستان افسانه سیزیف رو بگیم، داستان خود سیزیف رو بگیم. سیزیف یک پادشاه بود در زمان یونان که به خاطر خیانت به خدایان اون رو محکوم میکنن به یک کار بیهوده، به یک کار عبث، به یک کار بی نتیجه. اینکه هر روز یک قطعه سنگی رو، یک تخت سنگ بزرگ رو به بالای یک کوهی ببره و وقتی که هنوز به قله کوه نرسیده این سنگ میفته پایین. هر روز این کار رو انجام میده. اما یک نکته داره، اینکه این سنگ وقتی که هر روز میفته، سیزیف به این سنگ نگاه میکنه وقتی داره میفته. این افسانه سیزیفه. این افسانه سیزیف هست که کامو اون رو دستمایه کتاب افسانه سیزیف قرار میده. افسانه سیزیف یک کتابه که یک مقاله بلنده که در اصل 4 فصل داره. توی این کتاب کامو میگه که این جهان پوچه و انسان مدرن یک انسانی که در این جهان پوچ گرفتار شده و خود این انسان هم پوچه. یک وضعیتی از پوچی رو ترسیم میکنه که داره با کمک اون داستان سیزیف، داستان اساطیری یونان، سیزیف میاد این پوچی رو تئوریزه میکنه. از نگاه کامو سیزیف نماد انسان مدرنه. چرا؟ چون انسان مدرن، اضافه کنیم انسان مدرن غربی، به اون ایده ها، به اون الگوهایی که پیش از این برای پدرانش
معناساز بوده الان به اونها دسترسی نداره، یا به یه تعبیر دقیق تر الان اونها براش معنادار نیستن. اگه قبلا پدرانش به دین دستاویز می شدن یا به فلسفه های پیش از خودشون یا به هر چیز دیگه‌ای دست دراز می کردن و از اونها معنا می گرفتند، الان دیگه برای انسان قرن 19 برای انسان قرن 20 دیگه اون الگوها، اون ایده ها و اون الگوها دیگه معناساز نیست، دیگه معنادار نیست. خود این که چرا اون ایده ها دیگه معناساز نیست خودش یک داستان جالبی داره. باید یک حدود 200 سالی رو با هم دیگه پکاویم ببینیم چرا اینطور شده. اما در همین حد برای انسان قرن 19 قرن 20 فلسفه های پیش از دوره جدید و همینطور دین برای اونها معناساز نیست. حالا انسانی در این جهان هست، جهانی که معنا ندارد، خاموش نسبت به معنا، جهانی که پر از ظلمه، پر از بیداده و انسانی که به معنا نیاز داره. انسان تو یک چرخه گرفتار شده، تو یک لوپ گرفتار شده و سوالهای وجودی داره. کامو داره این کتاب رو بعد از خرابی‌های جنگ جهانی دوم می‌نویسه. جنگ تموم شده، حالا کامو دست به قلم شده و داره از انسان مدرن و پوچی و بی‌معنایی این جهان می‌نویسه. برای کامو سیزیف نماد انسان مدرنه. چرا؟ چون هم یک انسان پوچه، داره یک کار پوچ انجام میده و هم یک کار آگاهانه داره انجام میده. این که حالا چطوری آگاهانه هست توی ادامه ویدیو دربارش صحبت میکنم. اما یه مقداری بیایم این پوچی رو باز بکنیم. از نگاه کامو پوچی در حقیقت یک وضعیتیه که انسان بین دو چیز گرفتار شده، بین این که میل داره به معنا، میل داره به یک نظمی، به یک هدفی، به یک معنایی که بتونه به زندگی سر و سامون بده، بین این گیر افتاده و بین یک جهان خاموش، جهان بی نظم، جهان بی هدف، جهان بی پاسخ. بین این دوتا گیر افتاده. از طرفی میدونه خودش باید دنبال معنا بره، اما از جهت دیگه میبینه جهان معنایی نداره، جهان خاموشه و به نظر کامو این وضعیت پوچیه. خب هر کسی تو این وضعیت گرفتار شده باشه دو راه داره، یا باید خودکشی کنه یا باید اصلاح کنه. کامو اصلا راه حل اولو توصیه نمیکنه، میگه اصلا خودکشی چاره کار نیست، با اینکه مرگ یک سوال اساسی بشره، شاید میگه که اساسی ترین سوال فلسفه مرگه، اما خب خودکشی راه حل نیست. ما باید بریم سمت اصلاح. اصلاح یعنی چی؟ یعنی اینکه این پوچی رو بفهمیم. پوچی بی معنایی جهانه، اینکه جهان معنا نمیده با اینکه ما دنبالش هستیم. این وضعیت دوگانه همون پوچی مد نظر کامو هست. حالا کامو میگه ما چه کار باید بکنیم؟ آیا باید تسلیم شیم؟ آیا باید انکار کنیم؟ میگه نه، ما باید آگاهانه بایستیم. اگه بخوایم تسلیم بشیم میشه همون راه حل خودکشی. آره، کسی که خودکشی میکنه تسلیم میشه در برابر بی‌معنایی جهان. میتونه این باشه. کسی که انکارش میکنه یک کسی هست که اصلا به این جهان فکر نمیکنه، اصلا به یک زیست آگاهانه نداره، کسیه که داره یک روالی تو زندگیش انجام میده و زیاد درگیر یک زیست متعالی، درگیر یک زیست هدفمند نیست به اون معنا. بنابراین ما نمیتونیم جلوی این پوچی سرخم کنیم، بگیم ما تسلیم تو هستیم، و نمیتونیم انکارش کنیم، بالاخره هست. اگر کسی انکارش کنه سرش رو زیر برف فرو برده. اما باید چه کار کنیم؟ کامو میگه ما باید آگاهانه جلوش بایستیم. مثل سیزیف داشت هر روز یک کار پوچ رو انجام میداد، یک کار عبث، یک کار بیهوده، اما آگاهانه اون رنج رو پذیرفته بود. سیزیف میدونست که این جهان جهانی پر از درده، پر از رنجه به واسطه این کاری که داشت انجام میداد هر روز، اما اون درد رو، اون رنج رو آگاهانه انجام میداد. به خاطر همین جهته که کامو میگه ما باید سیزیف رو خوشحال تصور کنیم. سیزیفی که از نگاه خودش داره یک کار بیهوده انجام میده، داره تنبیه میشه به انجام دادن یک کار بیهوده و بی نتیجه. اما چرا باید سیزیف رو خوشحال تصور کنیم؟ یک نمایی توی داستان سیزیف برای کامو خیلی خیلی جالبه، خیلی بهش
خیلی اونو سر وجد میاره. موقعی که سیزیف میبینه اون سنگ داره میفته، یک لحظه به سنگ نگاه میکنه. این نگاهی که سیزیف به اون سنگ میکنه یک لحظه‌ایه که آگاهی و آزادی رو داره تجربه میکنه. خب آگاهی رو تجربه میکنه، میفهمه که این رنج الان رنجیه که اون نسبت بهش آگاهه، اما خب آزادی چطوری؟ توی این لحظه سیزیف هیچ گونه توهم و فریبی نداره. میدونه، یعنی یک چیزی فقط در این جهان میدونه که این درد رو داره حس میکنه، این رنج رو داره حس میکنه. دوچار توهمی نشده که درد رو انکار کنه، رنج رو انکار کنه. خودش رو به این که درد و رنجی وجود نداره فریب نمیده. به تعبیر دیگه خیلی خودمونی، واقعیت رو پذیرفته. این که طرف واقعیت رو بپذیره یعنی آگاه هست نسبت به رنج‌های این جهان. بنابراین ما با آگاهی، ما با یک ایستادگی آگاهانه میتونیم جلوی پوچی این جهان بایستیم. اما من با ایده کامو مخالفم. بیاید یک ورزشکاری رو تصور کنیم که هر روز داره یک وزنه خیلی سنگینی رو بلند میکنه و هر روز داره این کار رو انجام میده. هر روز شاید به این وزنه ها اضافه بکنه. اما چرا یک ورزشکار داره این کار رو انجام میده؟ بیایید یک خطی رو ترسیم کنیم، زندگی رو یک خط ترسیم کنیم، یک خط باریک. حالا این ورزشکار توی این خط باریک زندگیش اگه بخواد عضله سازی کنه، بخواد به اون حجم، به اون فرم بدنی برسه، احتمالاً شاید برای اینه که میخواد توی یک مسابقه شرکت کنه و توی اون مسابقه بخواد شرکت کنه، روی اون خطه بیارید یه ذره جلوتر. حالا این شرکت توی این مسابقه به چه هدفی هست؟ به هدف گرفتن یک جایزه، یک پول، یک پاداش. و خب همینطوری این روی این خط باریک میره جلوتر. اما خب خود این پاداشه به چه دلیل هست؟ به چه هدف هست؟ شاید در نهایت برسیم به این که اون ورزشکار میخواد یک حس رضایت از خود داشته باشه، میخواد خودش رو شکوفا کنه. حالا اینو میتونیم در مقیاس بزرگتر ببینیم، نه فقط مثال ورزشکار. همه ما انسان‌ها توی هر کاری که انجام میدیم با هدفهای جزئی و خرد در نهایت میرسیم به این که ما انسان‌ها دنبال این هستیم که حس رضایت از خودمون رو شکوفا بکنیم. ما میخوایم به کامیابی برسیم، میخوایم به خودشکوفایی برسیم و در حقیقت شاید خودشکوفایی انتهای این خط باریکی هست، این خط باریک زندگیمون هست. حالا تصور کنید که ما برای خیلی از کارهای روزمره‌مون، برای کارهای ریز و درشتمون این هدفهای خرد و کلان زیادی داشته باشیم. خود به خود این خط باریکه به نظر من یک مقداری ضخیم‌تر میشه این خط. بعضی از فلسفه ها و همینطور ادیان میگن که انسان برای آزمایش به این دنیا آمده است، انسان برای تست به این دنیا آمده است. اما خب آزمایش چی؟ اینکه کیو آزمایش بکنه؟ خب طبیعتا صورتبندی دینی داره، اما یکی از صورتبندیایی که شاید بشه به صورت خیلی عام و کلی مطرحش کرد اینه که انسان میخواد توی این جهان خودش رو آزمایش کنه. انسان قابلیت‌های زیادی داره. انسان میاد خودش رو آزمایش میکنه، خودش رو تست میکنه و این قابلیت‌هاش رو شکوفا میکنه و تلاش میکنه که هر چقدر بیشتر این قابلیت‌هاش رو نشون بده. به یک تعبیر دیگه انسان ناشناخته است و این ناشناخته بودن هم سخت میشه ما انسان رو مورد مطالعه قرار بدیم، همین که انسان خودش هم سخته که خودش رو تا حدی بفهمه. چرا؟ چون یک سری قابلیت هایی داره که شاید تا پیش از این بهش آگاه نبوده و این هست که زندگی رو جالب میکنه. اینه که انسان میتونه به یک جاهایی برسه، یک سری هدفهایی رو انتخاب کنه که این هدفها در نهایت اون رو به یک جایی برسونه که اصلا تصور خودش هم نمی‌کرد. این است که وقتی من از هدفداری زندگی، از معنیداری زندگی، از اون هدفهای ریز و درشت زندگی حرف میزنم، همچین وضعیتی، همچین چیزی میاد تو ذهن من. اون چیزی که کامو میگه شاید جایی هم بهش حق بدیم. بعد از جنگ جهانی دوم جنگ ویرانگری رو تجربه کرده، اما خب کامو حس میکنم انسان رو دست کم میگیره
روی کاغذ ممکنه خیلی جواب بده، اما یک ورزشکاری که الان داره ورزش میکنه، یک کسی که با تمام مصیبت‌ها و درد و رنج‌هایی که بهش وارد شده همچنان داره به زندگی ادامه میده، خب ما با تحلیلی که کامو میکنه ما نمیتونیم این موردها رو واقعا بفهمیم و توریزه کنیم. یعنی این موردها توی تئوری کامو نمیاد. یک تعبیری یک نویسنده‌ای داره، میگه هر کسی هر چرایی برای زندگی داشته باشه میتونه هر چگونگی رو تحمل کنه. اما فارغ از این همه این مسائل، بیایم خودمون رو یک بار دیگه جای سیزیف تصور کنیم. اگه یک کاری رو بخوایم هر روز انجام بدیم، بخوایم هر روز یک تخت سنگی رو ببریم بالا و یکو ببینیم اون تخت سنگ میفته پایین و باید فردا دوباره اون کار رو انجام بدیم، اگه شما جای سیزیف بودید چی کار میکردید؟ خب اون چیزی که کامو داره از داستان سیزیف یک استعاره است. ما هر روز از خواب بیدار میشیم و میریم سر کار، میریم مدرسه، میریم دانشگاه و برمیگردیم. هر روز یک کار رو داریم انجام میدیم. اما تا حالا بهش فکر کردیم که آیا ما درگیر یک لوپ هستیم، درگیر یک چرخه هستیم، یا نه ما یک هدفهایی برای زندگی داریم که این چرخه برامون معنی داره، یا اصلا ما دوچار چرخه نیستیم؟ خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها بخونم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.